اگه قبل از فونداسیون لوله کشیش انجام بدی بیاری پشت فونداسیون اول، بین فونداسیون اول و دوم معمولا 5 متر فاصله، این لوله رو بیاریم پشت فونداسیون بذاریم، مبنای شیب ما کف فونداسیون دوم میشه، یعنی کف پیلوتو نزدیک به تقریبا به 10 سانت کنده کاریش. آره 10 سانت آوردیم پایین. یه دو سیفونیه که به هم چسبیده، یعنی همیشه شما از طرف خونه که داری آب میریزی باشی نباشی این پر آبه، یا اگه اگو پس بزنه میاد توی این جمع میشه، یعنی یه سرعت گیری که میاد. حالا بعضی کارا رفتیم به خاطر که شیبشون در بیاد، به خاطر شیب میان منحول رو حذف میکنن بس میکنن به پشت منحول. شما حتی اگه کل ساختمون و فول ونت هم کار کنی، حتی سیفونای روشویی، حتی همه رو فول ونت کار کنی، اگر این منحول نباشه بوی اگو انقدر زیاده آب داخل سیفونات رو مکش میکنه. میای به بعدش وصل میکنی به بعد از منحول، حالا 1 متر 2 متر تو شیب خودش، شیب بهش نمیدی، شیب مثبت نمیدی منفی هم نمیدی، تو شیب خودش ادامه میدی، حالا 1 متر 2 متر، بعد از اونجا که رسید زانو 40 و 50 تا میزنی میاری بالا. این 1 متر 2 متری که شما ادامه دادی میشه کمک به منحول، همیشه لونه نصفه توش آب داره.